من به حزب‌های سیاسی تاجیکستان مراجعت میکنم. من به شخصیت‌های تاثیرگذار تاجیکستان مراجعت میکنم. بیایید ما یک رویخط میکنیم مثل اون که در روسیه کرده بودند به نام سپیسوک ماگنیتسکو، یعنی رویخط ماگنیتسکی، و آدمانی را که حقوق ما را زیر پا میکنند و آدمانی که ما را آدم حساب نمیکنند به تشکیلات‌های بین‌المللی، به کشورهای اروپا، امریکا و دیگر کشورهای دموکراتی دنیا مراجعت میکنیم که به این آدما روادید یعنی ویزا داده نشود و این آدما نتوانند که از تاجیکستان بیرون شوند. شما میدانید اینها حکومت رحمانوف دوست می‌دارد که پول در تاجیکستان دزدی کند، خون مردم در تاجیکستان مکد، مردم فشار بیارد، نان دهن مردم گیرد و استراحت کند در کجا؟ در دبی، در امریکا، در اروپا و در جزیره های دیگر.